بنابراین همین معماری که پشت سر منه خودش یه سمفونی. منتها بعضی ها نمیشنون. تک تک ذرات این عالم نهان با تو میگویند روزان و شبان. ما سمیعیم و بصیر و باهوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. ما یه استادی داشتیم، خدا رحمتش کنه، مرحوم پدرم عرض میکنه، با هم رفته بودیم چهلسوفیل اصفهان و بعد دیدم که ایشون داره میرقصه، به سماع اومده. گفتم چیه؟ گفت یه سمفونیه، یه هارمونیه. گفت هارمونی یم هارمونی یم هارمونی، سمفونی یم سمفونی یم سمفونی. بنابراین همه قصه های عالم هم یه قصه است، اونم قصه خلقته. از وحدت به کثرت، اون وقت دوباره از کثرت به وحدت. به قول مولانا میگه عمو سبزی فروش بله. سبزی گل داره بله، درد دل داره بله. این عمو سبزی فروش این پیر طریقته، سبزی وحدت میده ما بخوریم. این همون پیریه که گفت پیر را بگزین که بی پیر این سفر، هست بس پر آفت و خوف و خطر. هر که او بی سر به جنبت دم بود، جنبش او جنبش کژدم بود. و اکثر بزرگان طریقت ما هم لقب بابا داشتن، مثل بابا طاهر، بابا رکنا، بابا کرم. این هم داداش هموناست، واسه همین هم عمو سبزی فروشه. و اون عنصر پازیتیو خلقته که همیشه میگه بله، هر چی بهش بگیم میگه بله. من نعنا میخوام بله، تو رو تنها میخوام بله، من تراب میخوام. برعکس اون عنصر اهریمنی که همیشه میگه نه، نگاتیوه. چون وقتی شما میگین بله دیگه بله کار تمومه، ولی وقتی میگین نه تازه میگی چرا نه. تازه اول گفتگوه، گفتگو هم که آیین درویشی نبود، ورنه با تو ماجراها داشته. اون همیشه میگه نه، من زن سرهنگ نمیشم. ولی چرا نمیشم؟ من زن مولا نمیشم. چرا نمیشم؟ بنابراین میگه که سبزی گل داره بله. سبزی در ادبیات جهانی نماد و سمبل وحدته. The green of the world in the university. در مقابلش گل نماد و سمبل کثرته، چون ما همه یه چیز بودیم. وقتی خداوند گل ما رو آفرید، گل آدم بسرشتند و به پیمانه زدند، وارد عالم تعینات و تکثرات و مادیات و نفسانیات شدیم. بنابراین سبزی گل داره، از سبزی به گل، از وحدت به کثرت. اینجا پرده اول نمایش خلقت تموم میشه. بعد میگه درد دل داره بله. این درد دل این دل درد نیست، این درد عشقه. گفت درد عشق است و جگرسوز دوایی دارد، اشک خونین به طبیبان بنمودم، گفتند درد عشق است و جگرسوز دوایی دارد. این همون دردیه که توماس ادیسون، اون شاعر بزرگ بلژیکی، توی اون شعر معروفش سمفونی آسمان ها میگه سلیما منذ حلت بالعراقی، اولاقی من نواها ما اولاقی، الا ای ساربان محمل دوست، الا رکبانکم تال اشتیاقی. سلیما معشوق از وقتی رفته به عراق، از دوری روی او دیدم و چشیدم و کشیدم اون چه دیدم و چشیدم و کشیدم. بنابراین این درد عشق و عشق هم همخانه وحدته. جان خوکان و سگان از هم جداست، متحد جانهای عشاق خداست. بنابراین این عشق
همخانه وحدت، از سبزی به گل، از وحدت به کثرت و بعد از گل به درد، دوباره از کثرت به وحدت، بعد از درد دلم که اسهاله و دوباره کثرت. من ختم میکنم به این شعر زیبای مولانا که میفرماید که حب نبات است پدر سوخته، آب حیات است پدر سوخته. این همونیه که گفت دوش وقت سحر از غصه نجات هم دادند و اندران ظلمت شب آب حیات هم دادند. اون آب حیات همین پدر سوخته است. آب حیات است پدر سوخته. بس که سیه چرده و شیرین لب است، چون شکلات است پدر سوخته. این پدر رو نباید با عقده ادیپ اشتباه بگیریم. این پدر همونیه که پدرم روزه رضوان به دو عالم بفروخت، ناخلف باشم اگر من به جوی نفروشم. چون شکلات است پدر سوخته. آب شود چون به دهانش بری، توت هرات است پدر سوخته. تا به توانیش بگیر و ببوس. البته میشه به جای بوسه ای از لب لعلش نچشیدیم و برفت از کلمات دیگه استفاده کرد که منتها شبکه 4 سانسور میکنه. ولی تا به توانیش بگیر و ببوس، صوم و صلات است پدر سوخته. مثل صوم و صلات باید او رو بوسید. صوم و صلات است پدر سوخته. می نرسد جز به فرومایگان، خمس و زکات است پدر سوخته. با همه ناراستی و بددلی، خوش حرکات است پدر سوخته. خوش حرکات است پدر سوخته. تمام این شعر در همین یک بیته. اونهایی که این بیت رو درک بکنن اون شراب روحانی رو نوشیدند. اون شراب روحانی که میگه ساقیا بده جامیزان شراب روحانی، همش رو همین بیته. اونها اون وقت یک جور سرمستی دارن که دیگه از این مستی های معمولی نیست. با همه ناراستی و بددلی، خوش حرکات است پدر سوخته. قافیه هرچند غلط می شود، چون برای بزرگان ما قافیه مهم نیست. قافیه اندیشم و دلدار من، گویدم مندیش جز دیدار من. قافیه مهم نیست، تمام اون فیض دیدار اینجاست. قافیه هرچند غلط می شود، باب لبات است.